مامان حال داری یه غذای خوشمزه درست کنی بگم امیر بیاد؟ گفت بریم بیرون. گفتم چه کاریه، بیا خونمون، مامان بابا من تنهان. قربونت برم، مرسی. به وقتی من تو سوار ماشین تن شدم یه زن همسایه مفضوله بایستیده اینجا و حالا بعدش که رق قشنگ درست میشینم. خدا از دست همسایه همون من آرامش ندارن، نمیدونن کاکام بگیرن، بابام بگیرن، ننم بگیرن، همسایه همون بگیرن. خستل ترافیکو ببره. همین الان شد پاریس. ویو حضرت عباس مامان هنده رو زنگ میزنه. مگه زنودی؟ نه. الو سلام ماما، چطوری؟ خوبی؟ نه من دارم میرم کلاس زبان. کجا هستی؟ خونه هستی؟ کاکامینا کجا هستن؟ خونه هستن اونا ها دیرو ازت خو گفتن دارن میرن کلاس جبرانی زبان. حالا میام مامان، کاری نداری؟ نه شما شام بخوری من میام. خداحافظ. خدا نه که فکر کنی من آدم دروغگویی هستم، فقط تو میگن که نگران نشن. توی 30 سالته دیگه. حالا اوچیاش به خودمون ربط داره.